ببین کجا شد سید شاه شمال اینایی که خدمت کردن در برای امروز سید شاه شمال دیگه ای طرز به قال مردم در کدو از آن گفتن نمیتونن گرم میدیم در کجا هست صدها هزاران نفر ما امروز نام میاریم که همه اینا را کی کشته. مردم خیال میکنن که حکومت در دست نمیدونم دنغره است، حکومت در دست ولایت کلوب است. نه، حکومت همه باید بدونن که در دست یک مشت اوباشو همین رازیلو نمیدونم همین حکومت خانوادگی است. مردم اینا را باید بدونن. بابایشان، شما که خود زاده کلاب بستانیید، به مردم شریف کلاب یعنی چی گفتنی و چی پیام دارید؟ آیا آنها که نزدیکان و پیوندان و خویش و تبار شما و هواداران و مریدهای شما که اونجا هستند، به این مردم چی پیام میتوانید گفته توسط منبر اصلاح؟ پیام من به مردم شریف کلاب همین است که دیگر این حکومت پیش از همه همین را باید که مردم کلاب دیگر اون مردمی سالهای 92 نیستن که مردم فریب کنند و بیارن بگن که انا این خیل مردم با دو گروه تقسیم کنند وفچی کنه میدونم یورچی که مردم بین خودم اختلافات جنگ را میدوزن. اینا مردم کلاب نباید فراموش کنند که اولین قربانی هایی که سالهای 1992 فرانت خلقی که امروز حکومت در دست هستند راهبری میکند با راهبری خود همین رئیس جمهوری حاضره همینا بودن اولین کشتار در ولایت کلاب کردن. ما در شهر کلاب خانواده داریم که از 13 ساله بالا همش به قتل رسوندن. خدا رحمت کنه. دیروز من هم در یک مصاحبه اینجا گفتم ما یک شخصی بزرگ داشتیم با نام شیخ کمال، مسافر 75 76 ساله بود، خودش شهید کردن، پسرش شهید کردن، پسر کنش عبدالله، پسر دیگرش رحمت شهید کردن، همنام ما بود ابو ستار و شهید کردن، عبدالغفار و شهید کردن، حسن بخدا پسر 14 سالش جمال نام داشت و یک به خلطه همین سربن کلیانکه قطعی در گردنش در روش کشاندن و بسیب قطع جفر کشتنش. نبیرش دیگریش سید احمد نام داشت، حافظ قرآن، پسر دخترش پسر رفیق ما اکای حبیب الله خدا رحمت کنه اونا قطع جف کرده همین فرانت خلقی کشتن. مردم ما باید اون رو فراموش نکنن. مردم فریب کردن، مردم آوردن که انا این خیل انا او خیل. چی دیدن عاقبت؟ سنگک سفرش که کشت، امیرم اپوزیسیا کشت با همراهی همین خودی فیض سید خود امینا همین حکومت های حاضره همین خود همین حکومت حاضره تشکیل کرد اینا را کشت و نمیتونن که امروز بگم هزاران صدها نفر اینا کشتن مگر امینا همیا بودن. غفار میرزایف که برای حکومت تشکیل کرده بود به قول حاضره بگیم چه حال دارد؟ چند سال زندانی شد. یعقوب صالح که بگیم که همین از اول تا آخر در پهلوی رحمانوف بود و برای حکومت آورد چند سال زندانی شد. داماد خودی همین سنگک سفر چند سال یک عمر زندان شده است، برادر لنگریوف که اینها همین اساسگذاری به پایت چی میگن همین به سر قدرت آوردن رحمانوف هستند. پسر سنگک سفر رو در کجاست؟ در زندان یک عمر زندان شده است. قربان چالوف که همه میگن که کشته شد از طرف حکومت، ایناش هم دروغن. امینان هم اپوزیسیا کشت، صدها هزار آدم کشتن. اینا امروز باز میگن که این اپوزیسیا نمیدونم نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگرها گناهکار هستند. دزد زور میگه صاحب خونه را بست است. مردم کلاب باید فریب اینا را نخرن. مردم امروز این ننگ باید به کله برداشت نگیرن مثل سالهای 1992. خب ببین کجا شد سید شاه شمال اینایی که خدمت کردن در برای امروز سید شاه شمال دیگه ای طرز به قال مردم در کدو از آن گفتن نمیتونن گرم میدیم در کجا هست. صدها هزاران نفر ما امروز نام میاریم که همه اینا را کی کشتن. میرزا جگا که خیس رفت برای دفاع از خود همه حکومت با تایل در رفت که بچه‌ها را نصیحت میکنن که وای نکنن مثلا همه کارا را بس کنن نعمت دیگر اینا را کی کشتن. اینا را خود همه حکومت مگر اینا را نکشت. صدها نفر ما اینجا ما میتونیم مثال بیاریم که آدمای خوچه نفر خوچه همینا کشت. امروز اونایی که در برشون بودن امروز که بخیزن میروند در صف داعش جنگ میکنن نابود میشوند. دادر خود همین قربان چالوف و نمیدونم اون گلمراد حلیموف اینا هم آیا از نفران اپوزیسیا و نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. اینا تهمت میکنن. ببین اینا چیز دیگر از شما مرا خواهش میکنم بمونه که گپو ما بگم گپ دل ما. اینا امروز در همین با یک فیکای حکومتی میگه که محیدین کبیر این مسلمان است در جنازه مادرش نبود. یک انسان در سفر است نمیتونه دیگه امروز بلیط بگیرد بیاد. 2 میلیون مردم ما را امروز مهاجر کردن. همین صدها هزار نفر امینا میتونن که نه امروز در جنازه مادرشون نمیآیند. امینا مگر مسلمان نیستن؟ اینا مردم ببین چیکار میکنن. خودشون مردم به همین حال میارن، سرسان و سرگردان میکنن. امروز ملت بی صاحب مانده است.
من نمیگم که مهاجری سوال عیب حکومت است. همه کشورها مهاجر دارن ولی مهاجرها صاحب دارن، اونا را وزارتاشون رو بگم سفارت ها و خود رئیس جمهورشون حمایت میکنه. امروز مردم ما به صحه موندن، مردم کلاب ما ان شاء الله دیگه فریب اینا رو هم نمیخرن. امروز باید مردم ما اعلام کنن که ما از این بیزاریم، خیلی کو بیزاری میجیه از مردم ما، بخصوص از مردمی که خیلی منطقه‌اش نمیگم، مردم ما اینا میدونن، باید بدونن که این ننگ باید برداشت نگیرن. نگن که امروز یک خانواده برآمده است 3-4 نفر یا 100 نفر 200 نفر تمام یک مردم یک ملت بدنام میکنه. برای دیگر جنگ در کارش برای حسن اسدالله زاده، حسن سعدالله زاده، اون که تاجیکستان غارت کرده است او برای جنگ کنه، برای نمیدونم رستمش برای جنگ کنه. گفتی علیم شیرزمان که یک روز خدمت نکرده است در صف ارتش گنرال. ببین حکومت پاک کرده شخصی، اینا که از اینا حمایت میکنن، این فیکو اینا یک شرمندن، یک دروغن اینا. خب یعنی که پیام شما با مردم کولاب یعنی که همین است که آگاه باشند و فریبی مقامات امنیتی و فیک ها و دروغگویانی که در رسانه ها دروغ پردازی میکنند و فریبی اینها بار دیگر نروند، چون که مردم کولاب مردمی هستند که یعنی که در حال اونها با وجد آمده به انجام کارهای دست میزنند و مقتدر و یعنی که توانا هستند، چون که میدونیم مردم کولاب همین رحمان و فسر قدرت آورد، چون سنگک اونانی که رحمان و فسر قدرت آوردن یعنی که مردم کولاب بودن. پس بار دیگر میخواد همینا را یعنی که چقدر کشت حکومت. پس یعنی که منظور شما این است که از احتیاط کار بگیرند و بار دیگر با دروغ‌های مقامات امنیتی رحمانوف داده نشوند. درست؟ بله اینا این ببینید مردم کولاب باید این ننگ برکلش رو نگیرن. این یک روز بخنوی نیست نابود میشود. این ان شاء الله این باطل است. این دروغیان تهمتیان به مقصد ناپاکشون هیچ وقت نمیرسن. اینا قاتلن. اینا مردم هیچ وقت ما نباید بگیم که مردم کولاب، مردم ما در کولاب در منطقه ما در ناحیه دنقره بخدا یک وقت در یک روز عید مهمون شدیم تقریبا 7-8 سال پیش در یک خونه رفتیم، اینا میخواد یک نان سیاه رو در دست خونه آورده است مونده است. مردم خیال میکنن که حکومت در دست نمیدونم دنقره است، حکومت در دست ولایت کولاب است. نه، حکومت همه باید بدونن که در دست یک مشت اوباشو همین رازی رو نمیدونم همین حکومت خانوادگی است. مردم اینا رو باید بدونن، همین که خیلی نیست. مردم کولاب ان شاء الله که من باز با جدیت گفتم میتونم که هیچ وقت مردم کولاب با اینها نیستن، از اینها 1000 بار بیزارن، فرسخ‌ها از اینها دورن. در چی راستا دیگر بعد دیگر مردم دیگر بدخشان و مردم دیگر جواب. یک چیز دیگر مثال میبرم، خواهش میکنم. اینا دروغ میگن، تهمت میکنن. امروز باز در همین فکر نشدن عکس شاه نعیم کریم آوردن. شاه نعیم کریم خائن بدخشان، شاه نعیم کریم زمین بدخشان با خطای فروخی خائن بدخشان است. یا ابله‌ها در جناب است که رحمانوف خائن بدخشان، رحمانوف خائن ملت، رحمانوف است که زمین ملت اگر با بدخشان فروخت، با امروز میبخشید زمین بدخشان بر خطای دیگر داد. امروز همه گناه در سر میکنن. صدها هزار نفر را به خانمان کردن. دریای خودت میدونید جوان خدا کلانی نبودی، دریای آمو وقتی که مردمی بیچاره مادی وقت دیگر مردم هجرت کردن به افغانستان، دریای وقت خون گرفت از خون مردم. این خودش بود که با تانک و توپ و بگم هواپیماهای کشورهای خارج و دیگر کشورهای غیر آوردن مردم را بمباران کردن. امروز ما خائن، امروز نمیدونم فلانی خائن. این شیطانگری دیگه اینا گپ ندارن. اینا دارن نفسای آخرشون میکشن.